هرگز از مرگ نهراسیدم، اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزونتر باشد. جستن، یافتن و آنگاه به اختیار برگزیدن و از خویشتن خویش بارویی پی افکندن. اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد، حاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشد.